بیننده عزیز السلام علیکم. امروز ما آمدیم باز هم در شهر قندهار هستیم، در یکی از چوک که بسیار قدیمی و بسیار سابقه است و کلگی بلد است که این چوک به نام چوک شهیدان یاد میشه که اینجا عکس خدا بیامرز جنرال رازق اچکزی دیگه. ما خواستیم که از اینجا یک تصویر داشته باشیم حین هرات واره. ما میخواهیم که از جایای مشهور و جایای سابقه دار خود سابقه قندهار برای شما تصویر بگیریم و در این تصویر را انانس خودم بدیم که کسایی که از قندهار هستن برنامه ما را میبینن حتما یاد خاطرهای سابقه خود میفتن و این ولایت زیبا را حتما به یادشان میآید. خب امروز دوربین مخفی ما سر یکی از خبرنگارای ورزشی هست که نامشان است اسدالله نوری. خواستیم که یک لحظه همراهشان شوخی کنیم، آزارشان بدیم و در ضمن خودشان یک ورزشکار بسیار خوب هستند. آمد ریکارد بزن. این مترس کلاکی را رخصت کنم. نوری صاحب سلام. جان جوړ په خیر. خوب هستین؟ خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ خیریت است؟ بخیر. جان جو پختو دومره ازده ندیم تا فارسی شناختین مرا؟ بله ها. خوب هستین؟ صدتان خوب است؟ ببخشید دفتر میرفتیم ما منتظر ماندم تا زنده باشین. نه من پیشتر آمدم از تقریبا یک ساعت یک و نیم ساعت پیشتر آمدم پرسان کردم گفتن که نیست جای خیر مشکل نیست. با عرض معذرت ما کابل بودم چند وقت پیش، باز از وزارت برای ما اطلاع داده بودن در ارتباط به خودت یک اسدالله نوری خودت هستی دیگه برای ما اطلاع داده بودن که یک موضوع شده نمیفهم خودت بر علاوه ازی که ورزشکار هستی گزارشگر ورزشی هم هستی همون درست نه در تلویزیون هیواد. تلویزیون هیواد در کابل هم میگیرن. من خودم هم شاهد از اون صحنه بودم. یک چیزا که برای ما وزارت رکورد کرد داد، متاسفانه که من نتونستم اون را بیارم برای شما نشان بدم. چند وقت پیش یک مسابقه بود از بچهای قندهار بود، بینشان مسابقه بوکس بود. خودت او را گزارشگری میکردی باز اون بچه‌ای که باخته بود اونو یک ذره معذرت میخوایم دون دفتر هستیم ایس بیاین خیره. نه دفتر باز یک ذره خوب نیست حال نگوین که بدر. خب نه هیچ گپ نیست دیگه. اینمی موضوع شد که خودت امو چیز جریان که شده بود مامور بر توضیح میگم سرت بد نخوره. نه بیاین بس. اون نفر که باخت وقتی که در زمین افتیده بود، این دیگه نفر که دستش بالا شد شما صدا کردین که این بچه باخته و این از بیعقلی خود باخته. ما گفته بودم این شما گفتین که این از بیعقلی خود باخته. حالا وزارت میگه وقتی که گزارشگر است این اگر تحصیلات چیز داره به حساب ژورنالیسم داره پس این چرا بده بر از اون میگه که از بیعقلیش است و در یک تلویزیون در یک رسمیت چطور تو یک ورزشکار حالا باخت و برد یا کلش مربوط خودشان میشه هر چی که شد دیگه نصیب و قسمتش بود یا شاید او از او که قوی تر بود زده شه. اینا شما چرا این گپ زدین؟ اول خب ما خودم ورزشکار هستم. ما این گپ بیخی با کسی گفتن نمیتونم که از بیعقلی خود باخت. ما چون به شما کی راپور داده نام ما مصاحبه را دیدم در تلویزیون همین در هیواد تلویزیون دیدم. ما حالی پیش شما هستم دیگه که ما این گپی نگفته گفتیم که مثلا از بیعقلی خود باخته دیگه. ای که ما به مسابقات دویش رفتیم اونجا راپورا را جور کردیم ورزشکارا را تشویق کردیم. این تو یک گپ که مثلا حتی این مدیر صاحب ما در جریان است. اینا ما زنگو میزنم برش مدیر صاحب ما است که شما به زنگ میزنید مگه شاید اشتباه شده باشه. نه اشتباه نشده. به نظر ما این کارتون بسیار غلط است، نباید این کارا میکنید. من به خاطر یگان کارهای دیگه آمده بودم قندهار گفتم بیا شیخ شما را ببینم سر به این موضوع. مدیر صاحب سلام علیکم. جانتان جور است. مدیر صاحب همین موضوع همین اسدالله نوری چی رقم است؟ ما قندهار آمده بودم برای خودت اول هم داده بودم. ما تو به خاطر یک سلسله کارهای مشکلات فامیلی بود آمدم تا به میجا ویش میرفتم کار داشتم گفتم باشه یک دفعه همین آدم هم ببینم. همین حال پیشونیم استاد از همین موضوع مسابقه از یا چی رقم بود اما گزارشگریش بی‌طرف بله ها
والا واقعا این رقم ما برش گفتم مدیر صاحب اسناد خبرنگاری مدیر صاحب اینه گپ بزن کتیش مدیر صاحب شما خودتان هم ویدیو را دیدین که ما گفتیم که بیعقل است میگه قندار است ما قندار هستم اینا قندار هستند دیگه مدیر صاحب ما خودم کار میکنم چند سال میشه در بخشا کار میکنم مگم تا حالی تو یک گپ مدیر صاحب همین من میگم اشتباه نشده باشه از پیش شما شاید اشتباه شده باشین ما خود تا حالی تو یک گپ نگفتیم او بیادر ما که میگم ما یک کاری نکردیم کابل چطور بیایم نه کده مدیر ما جدی نشو بیادر تو برو مدیر صاحب جدی نشو خیره ما کال تو را به عقل نگویا برو سیس نه او بیادر مسعود جان ما چرا به کسی به عقل بگویم حالا اینو میگه اسناد دارم ما گفتم ما خودم ورزشکار هستم ما خودم خبرنگار ورزشی هستم تا حالی دکاندار کسی نگفته که تو یک راپور غلط شو کنی شما از وزارت میایین میگین که تو یک راپور نه من خودم کارمند وزارت نیستم از وزارت برای ما گفتن که تو بیادر این چند روز پیش که من رفته بودم گفتن تو یک موضوع شده من گفتم ما این آدم نمیشناسم شما می ویدیو را می آوردین دیگه خب بدبختی نمیشد که من نتونستم اون فلاش بیارم که برای من داده بودن کاپی داده بودن باز این خود مدیر بیادر در جریان است صحیح سود در جریان و شاید اشتباه شده باشه مگه ما تا حالی تو گپ نگفته حالا برای ما اون واقعیتش مرا گفت بگویش که بیای کابل هدف ما این نیست حالا برات میگم مرا گفت که بگویش بیای کابل از وزارت بیادر امو موضوع امو مکتوبه که خودت دیگه حق نداری که در چی گزارشگری کار کنی امور بیادر امضا کنه خلاص شد ما بخی در ورزشکار در خبرنگاری کار کردن نمیتونم دیگه کارام کردن نمیتونی و از نگاه ورزشتون اون ورزشی که زورت میرسه میگه امور کار کنه خلاص نه اون شاید اشتباه شده باشه مگه ما تو کار نکردیم و نه او حق داره که مرا از خبرنگاری وسو کنه ما اداره دارم اینا میتونه لالا تو به زور خود پیش میری نه به گپ زور میزنی نه گپ زور نیست گپی است که ما یک کاری نکردیم شما میگین که تو یک کار کنالی ما بهش ما بگویم که شما اون نفر اصلی زدین ما ثبوت ندارم مگه میگم که این شما حالا سند این خود مدیر میگه هست می آوردم مدیر حالا بذار کتی من چرا جدی میشی من خاطر کردم چیز بد نگفتی من نمیگم که ما شما غلط هستی شما را روان کردم مگم غلط روان کرده تو یک گپی نشده تالیده بین ما که ما به یک ورزشکار گفته باشه ما باخته باشه دیگه ما حالا میگن اگر تو نیست یگان برنامه دیگه که بود دو برنامه باز از اون بچه یک معذرت خواهی کنه خودت یک معذرت خواهی کنی از اون بچه همون بچه که از ما همون بچه که بوکس داشت مچم کی بود دیگه خانم برنامه‌ای تا یک دفعه سایل کو ما یکیش کتی سید سایل همونجا به کابل که رفته بودم راپور جور کردیم او را تشویق کردیم او دوم شد بازم او را تشویق کردیم که تو چرا دوم شدی او را بیخی نگفتی سید سایل گفتی بله تو باش ما پرسان کنم شاید همو باشه والا بسیار بد است شما مچم چرا این رقم بدر حالا او باخت هیچی معنا داره که از بیعقلی خود باخته نه ما میگم بله مدیر صاحب همین بچه که مسابقه داشت و این آدم براش گفته که این از بیعقلی خود باخته نامش چی بود؟ ساحل تخلص میکرد؟ از بوکس بود یا از دوش؟ صحیح چی بگیرم ازش اینه گوش کن یک معذرت خواهی کنه تصویر بگیرم ازش صحیح اینه مشکل نیست ما میالمی خیلی من از خودت یک تصویر میگیرم از خودت میگی که من معذرت میخوایم که ما او بچه را تو گفتی ما که یک کاری نکردیم شما چرا تصویر میگیرید خب مدیر ما گفتن دیگه مدیر شما هر چی بگه باز ما را قبول نداریم دیگه ما اونجا میته نه مسعود جان شما تصویر نگیرین حالا ما چی لالا ما تو را نمیشناسم نه که تو کدام دشمنی شخصی دارم نه چیزه اون مدیر ما امر کرده که بیادر این نظامی آدم یک تصویر بیار که بگه که برادرای عزیز ما معذرت میخوایم که ما در جریان اگه ما یک غلطی کرده باشم باز شما تصویر گرفته میتونین ولی شما حق ندارین که تصویر بگیرید بله مدیر صاحب این خو هیچ قناعت نداره در هیچ سر هر چی که میگمش میگه نه من نیستم او آدم صحیح
راست میگم اگه خودت نیستی خودت نکردی و کاره یک ویدیو بتی برای ما بگو که بیادر و من نیستم ما معذرت میخوایم اگه کسی اگر ما شما چی میگین به خدا ما ایران ماندیم یک بار شما میگین که غلطی کردین حالا میگین که یک ویدیو جور میکنیم که تو بگو که ما او نیستم خب ما به خاطر حفظ آبروی خودت میگیم نه حالی آبروی ما تا حالی نرفته خیلی چرا ما یک کار که نشده باشه خیلی چرا ما بگوییم که تو شده بیا در حال سعی که در بین ولایت هستیم به این ماناست که تو کتی ما جنگ میکنی زور میگی جنگ نمیکنم شما ما اولم گفتم که بیاین چای بخورید قربان تشکر نه دفتر خود رسمیات است نمیشه می تو که یک کاری کردن باشم شما میایین از اونجا مدیر شما میگه که تو یک غلطی کرده ما میگم ما نکردیم ما دیوانه شدیم که به یک ورزشکار بگیم که تو بیعقل شدی او دوستای ما شاید ما گفته باشم که تو بگو تو نکو مگم تا حالی ما تو یک کاری نگفتم یا اگه گفتم باشم شاید تو گفته باشم که مثلا یو از که دوست ما تو گفته در راپور کسی بیادر یکی خلاص سعی که خودت در جریان مسابقه برای در وقت گزارشگریت گفتی که این بچه باخت اما متاسفانه که من تو ویدیو رو دیدم چیزی که بود به پشتو گفتی که متاسفانه که بیادر از بیعقلی خود باخته اگر عقل می داشت بیادر صحیح دفاع میکرد ببین شما تعالی تو یک راپور دیدین که یک خبرنگار میگه که یک کم تجربگی خودت هست دیگه نه دیگه ما دی چیزا تجربه دارم پشتش نگردم اون یک ویدیو مرا بتی خلاص ویدیو نمیتونم جان شما نه تو باش ما خودت این خو اینی نشان میده که تو همین کارا کردی نه خو یک کار که نکرده باشم مالیش ما را در سرک یک کسی میگیره میگه بیا ما یک ویدیو تو را میگیرم تو از خانه ما دوزی کردی باز ما به ویدیو میدم که ما را ببخشید ما دوزی نکردیم ما را اله کنیم خب بیادر من کار ندارم خیانه باز کابل بیا خودت که از اونا گپ بزن نه اونجا هم ضرورت ندارم بیایم دیگه حالا این خو اینمی زور است خب برادر اونا سر ما عرض دارن بیا اینجا به اداره ما شکایت کنه که این خبرنگارتان این غلطی کرده این ویدیویش است چرا شما به اجازه دادین که راپورم نشر شود و این خبرنگار تو گپ بزنه دیگه شما اگه مشکل دارین یا مدیریت شما مشکل داره بیا به اداره ما بگوید دیگه بیادر از اداره ما هیچ مشکل نیست ما خودمون میفهمیم که کدی تو چی رقم رویه کنیم این حال بیادر خودت میفهمی که هر چی که کنی بیادر ما مقصد نمک یا بیا کابل یا همیال برای ما یک ویدیو بده خلاص نه ویدیو رو خدا نمیکنم خیلی چی کنیم ویدیو رو خدا ویدیو رو خدا هیچ صورت نمیکنم ویدیو رو خود بخی اگه شما خفا میشین که اگه ما میمان بخی نه ما مسئله خفگی را بان ما میمان رو خفا نمیکنیم خب مقصد این حال بیادر اما هر رقمی که دل خودت هست یا بیا کابل موضوع حل کو یا بیادر برای ما یک ویدیو بده که مشکل حل شد شما گپی ویدیو را نزنید چی است دیگه ما خودم زنگ میزنم به وزارت کی را زنگ میزنی به وزارت زنگ میزنم دیگه نه چرا به وزارت زنگ اونجا ما دوستا دارم تو قطع کو نه سعی کو برای وزارت زنگ باش ما اونجا دوستا میگم که اونجا عالمی هر کسی را که داشته باشی نه بله میگم هیچ زنگ لازم نیست که تو زنگ بزنی چرا لازم نیست دیگه ما بگویم حال اینه با ما زنگ میای چی است که زنگ میزنم باش که ما از مسنجر است بله خود ما زنگ میزنم که مثلا چی میگه چی نمیگه باشه این پایینا اونم است همو بود در جریان چی است اینه نیست خب تو وزارت زنگ نزن میگم تو برای من ویدیو بده من خودم میبرم در وزارت بیاده نه باش خیلی یک دقیقه این یک دقیقه ما خودیم دوستا را دا نه این استاپ کو سگو ما هستیم اصلا به می خاطر آمدیم که خودت یک دفعه ببینیم ایناله که دیدیم اگر راست بپرسی چی رقم میگیم زیاد قارام هستی همیاله که سر ما وارمار نکنی قربانت ما اصلا همین لحظه کمره مخفی ثبت داریم ما او دبای موتر سراچه تکسی سایکلین اولا کامرا از دست یک شور بده ما خواستیم که یک برنامه با خودت داشته باشیم از تو بتر ترسیدیم که وزارت سر وقت خبر میشه دیگه ما از ساعت 9:30 بجه همیشه منتظر بودیم مرا گفت که بیادر گفت رفته به گزارش گفت همین ساعت‌های 11 بجه شاید بیاید آمدم گفتم بیا که یک دقیقه وزارت بودیم من چون تصویر تا قبلا ندیده بودم از دفترتان برای من نشان داد گفت این عکسش است گفتم میخوایم ببینم و حتی دفتر سر من شک کرد گفت خودت چیکاره هستی مجبور شدیم فرور نکنه راستی هم نه واقعا خدا نگاهتان کنه بیننده‌های عزیز اسدالله نوری یکی از گزارشگرای ورزشی ولایت قندهار تلویزیون شخصی کار میکنن و در ضمن خودشان هم یک ورزشکار است دیگه ما واقعا معذرت میخوایم ازتون زیاد جدی نه خواهش میکنم زیاد جدی ساختم قربانتون خدا گولو از حوصله‌ات کار گرفتی بیاد
این بود دوربین مخفیشان که یک لحظه خواستیم همراهشان شوخی کنیم. تا دوربین مخفی بعدی خدا یار و مددگارتان. زنده باد افغانستان. نه نه نه، یعنی چه خب لهجه قنداری هم گپ میزنه. نه زه غواړم چې دغه کندهاري لهجه خبرې وکم خو نشم کولی. بیا پښتو چې هیر شي بس لهجه هم نه هیریږي. دا ډېره غټه خبره چې فقط کندهار ته راځي. قربان. زنده باد افغانستان. زنده باد. این دوربین مخفی ما خود تمام شد. به خاطر دیدن دوربین مخفی قبلی اینجا را کلیک کن و به خاطر دیدن دوربین مخفی بعدی اینجا را کلیک کن و اگر میخوایی که هر شب دوربین مخفی سعی کنی سابسکرایب کن.